یه محصولی برام از آمازون اومده بود. الان گفتم بهترین موقع است که یادم باشه این ویدیو رو بگیرم راجع به بیزینس آنلاین آمازون. راجع به بیزینس آنلاین این روزا ویدیوهای زیادی می‌بینین، ولی بیزینس آنلاین آمازون میتونه اولین انتخاب هر آدمی باشه برای اینکه خب قابل اطمینان تره و کمپانی شناخته شده‌ای هستش. سه تا مورد هستش در مورد بیزینس آنلاین آمازون که کمتر کسی به شما میگه. من میخوام این سه تا مورد رو بگم. مورد اولی، هزینه‌ای که شما برای شروع بیزینس آنلاین آمازون میخواین انجام بدین باید بالای $20,000 باشه. شما باید انبارداری و هزینه انبارداری و حمل و نقل و حتی جریمه این که شاید جنستون اتایم که قراره توی انبار بمونه بیشتر باشه رو و ادورتایزینگ اولیه رو حتما جزو سرمایه اولیه خودتون حساب کنید برای ورود توی بیزینس آنلاین آمازون. برای همین میگم بیش از $20,000 میخواد و ربطی نداره که شما اون محصولی که میخرید مبلغ و هزینه‌اش چقدره. مورد دوم، منتورشیپ آمازونه که منتورشیپی توی آمازون هیچ چیز قانونی وجود نداره که حتما داشته باشه. یه سری کمپانی‌ها هستن که خودشون میان هزینه‌های جدا میگیرن که یعنی باز هم برای این مسئله باید هزینه انجام بدی و به شما منتورینگ و برای اینکه بتونی ادورتایزینگ کنی و محصولاتتو توی آمازون به صورت آنلاین بفروشی کمکت میکنه که یعنی این هم یک هزینه باز جدا داره. مورد سوم که کمتر کسی بهش اشاره میکنه ثبت کردن محصول شماست. شما وقتی فکر کنید یه محصولی رو میارید، اگر ثبت نکرده باشید میتونه کسی دیگه هم اون محصول رو بیاره. فکر کنید حالا شما زمان طولانی هستش دارین ادورتایزینگ میکنین برای اون محصول و اون محصول رو دارین میفروشین و یهو یه کسی میاد اون محصول رو برای شما میاره و میره به اسم خودش ثبت میکنه و اون محصول توی آمازون میاد جزو تاپ پا به خاطر که ثبت شده و تمام اون ادورتایزینگ و فعالیتی که شما تو اون مدت برای اون محصول کردید همش به نفع اون شخصی که رفته به اسم خودش ثبت کرده میفته. خیلی موردهای دیگه هستش. من حتما میخوام تو ویدیوهای دیگه باهاتون صحبت کنم. حتما ویدیوهای من دنبال کنید. اگر شما هم موردی رو میدونید حتما این زیر بر من کامنت کنید تا با هم دیگه شیر کنیم در مورد مشکلات بیزینس های آنلاین.